خب بیایید اکنون درباره آن شرط‌هایی که شما گفتید برای گرفتن علم شرط‌ها لازم گفتید و چند شرط است گفتید. درباره همون شرط‌ها یادرس می‌شدید. شرط اول در طلب علم و حاصل کردن علم این غربت است، یعنی غریبی، سفر کردن در راه علم. برای آنکه علما در یک شهر جمع نشدند، علما در شهر و ناحیه‌های تمام دنیا در کشورها نشر شدند، در همه جایها علما هستند. بنابراین انسان برای طلب علم به نزد عالم باید سفر کند که در قرآن کریم الله تعالی برای ما قصه موسی و خضر علیه السلام را نقل کرده است که وقتی که حضرت موسی دانستند که یک شخص عالمتر از آن کس هست در دنیا، به نزدش سفری کشتی کردند، یعنی با بحر سفر کردند. و همین گونه پیامبر صلی الله علیه و سلم هم علم برایشان نآمد تا مادامی که در غار حرا خلوت ننشستند. و خلوت نشستن و در خانه خالی نشستن این جاینشینی سفر و جاینشینی غریبی هست. اگر انسان مادامی که در شهری که زندگی می کند پر از علما باشد، در تمام ساحه های و فن ها عالم در آن شهری که زندگی می کند وجود داشته باشد، در آن حالت انسان می تواند سفر نکند، بلکه برای او فقط جاینشینی سفر لازم است، یعنی خانه خالی، خانه خالی که کسی او را تشویش ندهد. برای آنکه وقتی که یحیی ابن معین هم پرسیدند در وقت مرگش چی میخواهی؟ گفت که اسناد عال و بیت خال. من در این دنیا اسناد عالی میخواهم که بین من و بین پیامبر صلی الله علیه و سلم انسان ها کم باشد، و بیت خال، یعنی از همه چیزی دوست داشته برای من خانه خالی که در آنجا میتوانم علم از خود کنم، تکرار کنم، خوانم، فهمم. و پیامبر صلی الله علیه و سلم هم در غار حرا خلوت می نشستند و این چنین صحابه ها بعد وفات رسول الله صلی الله علیه و سلم سفر کردند برای طلب علم. بله، شرط اول خیلی که گفتیم غریبی هست و مقصد این که بدون همین شرط اگر اجرا نشود علم حاصل نمی شود. بنابراین بعضی علما رحمت الله علیه گفتند که سأطلب علما او اموت ببلدة، من یا علم طلب میکنم یا در یک شهر وفات میکنم که بر بالای قبرم آب دیده کم کسانی میریزد. گفتن یعنی من دو راه دارم، یا علم میگیرم و به مردم خدمت میکنم، یا اینکه علم نمیگیرم و همین خیل در یک شهر وفات میکنم که بعد وفاتم 2-3 نفر از خویشاوندانم به مرگ من گریه میکنن، دیگر تمام گفتن. یعنی این آیین الله سبحانه و تعالی است که کسی بله، این شاید که مشکل فهم باشد اگر که انا همین را با مثال نگویم. یعنی این مقصد چی است از انا همین گفته های شما؟ مقصد این است که کدام انسانی که علم آموزد و به مردم علم را تعلیم دهد، خدمت به این دین مقدس اسلام کند، روزی که وفات میکند، خیلی که امام احمد رحمت الله علیه گفتند بیننا و بینهم یوم الجنائز، بین ما و بین عالمان بی عمل این روز جنازه معلوم می شود. گفتند واقعا روز جنازه امام احمد اسلام یگان جنازه را شاهد نشده بود که زیاده از 1 میلیون نفر اشتراک کرده باشد. جنازه امام احمد 1,600,000 بعض امیران شماریدند که 1,600,000 نفر اشتراک کردند و در آن روز 20,000 نفر یهود و نصارا اسلام قبول کردند. از این وقتی که دیدن که در حیاتشون این خیلی حادثه نبود، مردم به کوچه ها ریختند، سبب شد که 20,000 نفر اسلام قبول کردند. برای اینکه امام احمد واقعا امام بودن، خدمت کردند، روزی وفاتشون آب دیده های مردم ریخت. همین گونه کسی که علم میگیره با نیت خالص و خدمت به این مردم مسلمان میکنه، برای آنها تعلیم علم میدهد، انشالله به روزی وفاتش مردم گریه دارند، یعنی به مرتبه های بلند میرسند.